سلام. امروز میخوام در مورد یه موضوع بسیار مهم و حساسی صحبت کنیم. در مورد تعرض و سوء استفاده جنسی از افراد مختلف. تعرض جنسی هم در خانم‌ها اتفاق میفته و هم در آقایون. متاسفانه در خانم‌ها بیشتر هستش. امروز با خانم الکسیا مجیدی، وکیل با سابقه بیش از 10 سال تجربه وکالت در ونکوور بریتیش کلمبیا، در مورد تعرض و سوء استفاده جنسی و طریقه حمایت از افرادی که مورد تعرض قرار گرفتن صحبت می‌کنیم که چجوری از طریق روانشناسی و مشاوره یا از طریق وکالت میتونن به حق و حقوقشون برسن و احساس آرامش و امنیت بیشتری بکنن. خانم الکسیا، ممنونم که امروز اینجا هستیم که با هم در مورد این مسائل صحبت کنیم. سپاسگزارم دکتر شری از دعوت شما. خوشحالم که اینجا با هم دیگه نشستیم که درباره این سابجکت صحبت کنیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید. به دلیل حساس بودن این موضوع و به دلیل اینکه بسیاری از افراد که مورد تعرض جنسی قرار میگیرن سکوت میکنن، این موضوع بسیار حساس هست. مثلا در مورد این مسئله صحبت کنیم که چجوری میتونن از حق و حقوقشون دفاع کنن و به آرامش بیشتری برسن. در زمینه کاری ما به عنوان روانشناسان دلایل بسیاری هست که می‌بینیم قربانیان سوء استفاده جنسی سکوت میکنن و وقتی این اتفاق براشون پیش میاد به کسی نمیگن. یکی از دلایلی که سکوت میکنن از اون تجربه کاری که به ما اثبات شده اینه که احساس شرم و خجالت میکنن، احساس میکنن مورد قضاوت ناعادلانه دیگران قرار میگیرن. بسیاری از اوقات به دلیل حفظ آبرو و اینکه کسی متوجه نشه سکوت میکنن و بالعکس این باعث میشه افراد دیگری هم مورد تعرض جنسی از طریق اون فرد قرار بگیرن. دقیقاً. در حالی که اگه سکوتشون رو بشکنن و بتونن به مراجع قانونی رجوع کنن و از حقوق خودشون دفاع کنن و حرفشون شنیده بشه، میتونن جلوی این اتفاقات رو برای افراد دیگری هم بگیرن. میخوام بدونم شما از طریق کاری چه راهنمایی میتونین بکنین که وقتی که اگه مراجعه کننده پیش من اومد به عنوان فرد روانشناس و کمک خواست، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ چجوری کمکشون کنیم، راهنماییشون کنیم که یا شما فردی که حامی افرادی هستین که مورد تعرض جنسی قرار گرفتن و ازشون دفاع میکنین، اولین گام‌هایی که برمی‌دارن در این زمینه چی هست؟ اول از همه موقعی که قربانیان آمادگی دارن از لحاظ روحی، روانی یا فیزیکلی، اون موقع است که میتونن با ما بیان صحبت کنن. هم از طریق قانونی وقت دارن، یعنی هیچ ددلاینی نیست، میتونن 10 سال بعد از این حادثه یا 1-2 ماه بعد از حادثه بیان با ما صحبت کنن. منظور خیلی خوبی اشاره کردین. اکثر مردم اطلاع ندارن. من خودم هم به عنوان فردی که 13 سال روانشناس هستم و افراد مختلف رو حمایت میکنم و کمک میکنم، نمیدونستم که محدودیت زمانی وجود نداره. پس چیزی که شما دارین توضیح میدین، اگه فردی مورد تعدی یا تعرض جنسی قرار گرفت، هر زمان، چه 1 روز بعد، چه 20 سال، 30 سال بعد، میتونه بیاد و از نظر قانونی حق حقوقش رو بخواد. پس هیچ محدودیت زمانی وجود نداره. تو کانادا این قانون کانادا هستش، بله، که آمادگی داشته باشه اون ویکتیم سروایور. و این به دلیل این هست خیلی از افراد وقتی که این اتفاق براشون پیش میاد شوک میشن، قدرت بیان ندارن و به دلایل مختلف یا از ترس حتی خیلی از این جانیان و این افرادی که تعدی میکنن تهدید میکنن اون فردو و اینا به خاطر ترس شاید سکوت بکنن و اون جرأت رو نداشته باشن. الکسیا، افرادی که مورد تعرض جنسی یا سوء استفاده جنسی قرار میگیرن حالت تراما براشون پیش میاد. این تراما یعنی ضربه شدید از صدمه روحی که میخورن. افرادی که از نظر روانشناسی مورد تراما قرار میگیرن یا حالت فروزن، منجمد میشن. انقدر ترس و وحشت برشون داره که نمیتونن نه صحبت کنن نه چیزی بگن، نه به اعضای خانواده نه افراد دیگه که بتونن حتی از حقوق خودشون دفاع کنن. تو این
موقعیت ها چه پیشنهادی شما میدین که به این افراد ما بتونیم بدیم که چی کار کنن؟ توصیه شما چی از نظر قانونی؟ چطور میتونین احساس امنیت به این افراد بدین شما؟ تا اونجایی که میتونیم ما میتونیم توی دادگاه هر جایی که اسمشون استفاده میشه اینو در واقع پاک کنیم تو رکوردهای دادگاه که این حفظ حریم خصوصی و حفظ اسرارشون بشه. یعنی توی پرونده ها اسمشون رو میتونین محو کنین، پاک کنین یا ذکر نشه جایی علنی. یعنی این مسئله خودش خب خیلی باعث میشه که اون ترسی که افراد دارن از خود اون فردی که جنایتکار بود و این اتفاقو براشون ایجاد کرد نترسن و بتونن اون شجاعت رو پیدا کنن در خودشون و بیان از نظر قانونی پیگرد قانونی بکنن. یا خود پروسس رو راحت‌تر میکنه براشون در واقع که دیگه این مخصوصا اون قسمت آبرو یا پرایوسی که دارن که از دست ندن. این همه آلردی تراماتایز شدن، اقل کم این استپ دادگاه میتونه یه خود راحت‌تر براشون باشه. یه حس امنیتی بهشون میتونه بده که اون شجاعت رو پیدا کنن و بیان جلو. یه سری افراد هم هستن که مهاجرین تازه وارد هستن در کشور و به دلیل مهاجر جدید بودنشون یه مقدار ترس دارن که بیان و از نظر حقوقی بخوان شکایت کنن و کسی که تعرض کرده بهشون رو شاکی بشن ازشون. نظرتون چه در مورد این مسئله؟ چطور میتونید راهنماییشون کنید؟ این پروسس مدنی ربطی به مهاجرت نداره و چیزی که من همیشه به کلاینتامون میگم یا کسایی که سوال دارن اینه که اولین صحبتی که با من دارین همیشه رایگان هستش، یعنی مشاوره رایگان. دقیقاً مشاوره رایگان هستش و فوقش بعضی وقتا بهشون میگم من کاری نمیتونم براشون انجام بدم، ولی اقلی کم حقشون رو میدونن، حق و قوانین آگاهی بهشون میدونن، دقیقاً مطلع میشن و این خیلی کمک میشه براشون، هم برای مثلا این مشکلی که الان دارن و برای آیندهشون. ولی از لحاظ چجوری میتونه اثری داشته باشه روی ایمیگریشن پروسسشون، هر کیسی با کیسی فرق داره، ولی این صحبت کردن دربارش یا اقلی کم to get involved in the process or to litigate چجوری میگن همین که اون پروسه رو شروع کنن اثری شروعش نداره. و منظور شما اینه که حقوق مدنی با حقوق جنایی فرق داره. دقیقاً کاملا دو تا پروسس، یعنی شما کارتون حقوق حمایت از حقوق مدنیشون هستش. دقیقاً. و هیچ ربطی نداره که الان پروسه مهاجرتشون کجاست و استاتسشون چی هست. اون پروسس جنایی کاملا فرق داره با کاری که ما انجام میدیم و اگه پلیسا میخوان کار خودشون رو انجام بدن و برن ببینن که قضیه چی بود و از لحاظ criminal justice system کارشون رو انجام بدن، اون به این برنامه مدنی ربطی نداره. مسئله دیگه به نظر شما ما مشاورین روانشناسی برای افرادی که قربانیان تعرض جنسی هستن چجوری با شما میتونیم همکاری داشته باشیم که حمایت بیشتری از این قربانیان ایجاد بشه و احساس امنیت بیشتری بکنن؟ به نظر من با هم دیگه ما میتونیم خیلی کلاینت هامون رو کمک کنیم. یعنی من با شما کار کنم، بهتون ازتون بپرسم من چجوری با کلاینتم صحبت کنم، چی کار کنم که بدتر نکنم شرایط رو، چجوری سپورتشو کنم بیشتر از لحاظ این احساسی و ایجاد امنیت براشون. چون که خیلی از افراد به خاطر اون تراما، احساس شرمی که گفتیم، احساس خجالت و اینکه کسی بهشون حرفش رو باور نمیکنه و یا حتی تهدید شدن و سکوت میکنن. به نظر منم دقیقاً ما اولین کاری که باید بکنیم اون احساس امنیت رو بهشون بدیم و بهشون بگیم که ما اینجا هستیم و باورتون میکنیم مسئله که براتون پیش اومده و اینکه شما تنها نیستید و از نظر روحی ما هستیم اینجا، حمایت ازتون کنیم، کمکتون کنیم در این مسیر، چون مسیر بسیار سختی خواهد بود و پر از چالش خواهد بود و طولانی میتونه باشه، ولی در عین حال حق و حقوقشون میرسن. افرادی مثل شما، وکیل با تجربه مثل شما که واقعا براتون مهمه که از افرادی که مورد تعرض قرار گرفتن و قربانی هستن دفاع کنین. این خودش باعث میشه دریچه امیدی برای اینا باز بشه که تنها نیستن و کسی هست که بتونه از حقوقشون دفاع کنه. ممنونم الکسیا از وقتی که گذاشتی. مرسی. سپاسگزارم. همچنین.